سلام رفقا. پوزش به خاطر غیبت طولانی مدت هیچ ویدئویی رو مدت ها بود بارگذاری نکرده بودم. تو کانال تلگرام البته خب یه مقداری بیشتر فعال هستم و اونجا آکوردا رو میذارم. هم مشغله بود، هم مقداری بحث سلامتی بود، نمیتونستم ویدئویی پر کنم. این ویدئو براتون 2 تا آکورد میذارم از آهنگای کمتر شنیده شده شاهین نجفی. یکیش هست وطن و یکیش هست آن چشما. آن چشما فقط یه اجرای یه ویدئوی کوتاه ازش هست توی یوتیوب از یه اجرای لایو شعر مهدی موسویه. آکوردش این آکورد آهنگ مرگ نازلی هست، ولی خب با ریتم 2/4 خونده میشه و نسبتا آپ بیت. ولی وطن آهنگیه که حالا فایل صوتیش هم یه جورایی رسمی بیرون اومد، ولی خب من ندیدم توی آلبومی یا حداقل اطلاع ندارم. ولی 2 تاش آهنگای قشنگی هستن. با وطن شروع میکنم. از آکورد فا دیز مینور شروع میشه. یه مقدمه‌ای داره که خیلی قشنگه. اگه شما آکوردش رو بگیرید و کسی که ساز دیگه میزنه، مثلا ملودیکا، هارمونیکا یا ویولون، حتی اون ملودیش رو بزنه، خیلی میکس قشنگی میشه. من ولی چون که صدام کشش نداره واقعا، به جای فا دیز مینور از می مینور این رو براتون میزنم و کمیش رو حالا میخونم. ولی خب یعنی شما گوش بدید آهنگ رو و از روی آکورد احتمالاً بتونید خیلی جای قشنگ داشته باشید، بخصوص اگه به صداتون میخوره. ریتم 4/4 روم باشد خیلی مناسب باشه برای این آهنگ وطن. همجوری که عرض کردم از می مینور اینو شروع میکنم. میتونید همون مقدمه رو تکرار کنید به عنوان پاساژ و بعد قسمت دومش که یه ذره بالا شروع میشه، همون ترتیب آکورد اصلیش لا ماژور، سی مینور و فا دیز مینوره و بعد سی ماژور، فا دیز مینور. حالا اینجا یه ذره میگم 2 نوت میبرمش عقب‌تر و اینجوری تقریبا همچین میشه. وطن یه مرد سرکش بر سر دار، وطن مدفن میلیون ها سپهدار. اگه مرگ بذار تو منم برات بمیرم، میونه جون فداهات من از کم کم ترینم. وطن کلام آخر
مثل خون برادر، وطن دستای لرزون، چشای خیس مادر. به این صورت خب قطعا بازم عرض پوزش که اصلا نمیتونم خوب بخونم این رو، ولی خیلی آهنگ قشنگیه اگه بتونید اجرا کنید. آهنگ بعدی که عرض کردم خدمتون اون آهنگ آن چشم هاست که یه توالی آکورد خیلی ساده ای داره. اکثر ابیاتش توالی آکوردش می مینور، ر ماژور، دو ماژور و سی مینور هست، به جز دو تا بیتش که متناوب لا مینور و سی مینور هست و این قشنگه. عرض کردم که آپ بیت هست توی اون اجرای لایو، ولی من یه مقداری آهسته تر میخونمش، همین که خودم یه ذره بتونم مفهوم تر بخونم، همین که بالاخره میگم چون رسمی رو نیومده، شما میتونید به هر روشی که دوست دارید اینو بخونید، ولی بسیار آهنگ قشنگی آره. آن چشم ها که آخر بدمستی من است، آن چشم ها که ای همه هستی من است، در تاکسی نشسته به من فکر می کند، همراه دختری که بغل دستی من است. آن چشمای خیره شده توی دفترم که گریه می کنند شبها در سرم، هر بار می نویسمشان و می نویسم و هر بار در مقابلشان کم می آورم. اینجا همون جایی که میره روی لا مینور و سی مینور. این غم میان سرخوشیه گیج آبجو از من شروع می شود و چشمای تو از من شروع می شود و آن دو چشم تر که عاشق منند و من از هرچه بیشتر. حالا برمیگردید به همون توالی آکورد قبلی، میتونید اینجا باز حالا یه پاساژی بدید یا به نحو دیگه ریتم اجرا کنید، مثلا آپ بیتر یا حالا با خفه کردن که یه حس بیت درام رو هم به شنونده منتقل کنه. از من شروع می شود و آن دو چشم تر، من از هرچه بیشتر از تو که نیستی و من انگار بردم، از من که سال هاست به بنبست خوردم، از من در ابتدای خودش انتها شده، از من که پاک عاشقه شده، از من که در میان اتش گریه می کند، شبها کنار بی کسیش گریه می کند، شبهای دوست دارم تو روزها بعد، شبهای من که مال تو هستم تا ابد. بعد یه قسمت دوم هم داره که باز دقیقا همین توالی آکورده. ببخشید من اونجاشو خیلی بد دادم، خواستم فقط نشون بدم که اون دوتا بیتی که لا مینور و سی مینور هست بعدش بلافاصله میتونید تغییر بدید به همون می مینور، ر مینور، ر ماژور، دو ماژور و سی مینور. مرسی رفقا،
بازم میگم ببخشید، واقعا بعدی نیستم که بتونم اجرایی کنم و براتون بذارم، ولی فایل آکورد ها توی دیسکریپشن هست، هم لینک به درایو هم لینک به کانال تلگرام. مرسی و لذت ببرید.